سلام سلام بالاخره اومدی نفسن جون. بله نفسان جون که خواهر شاید جون سرینا کلن با همه راحته، شما به دل نگید. آها به حرفان فکر کردی؟ نه والا. چه حرفایی؟ هیچی الان فکر کن بسه باشه. دروغ میگه، میخواد خودشو به دور بندازه به نفتان. چی؟ بیا بزنید از خود بده چه بیرونم. یعنی چی میخواد بندازه؟ هیچی امه جون این دل چرت و پرت میگه، اصلا به حرفش دقت نکن. بشو نفسان جا ماما بیا اینجا. جانم بیا اینجا. چی کار داری؟ میگم باشو بیا اینجا. باشه الان میام. این دختره چی میگفت تو اتاق؟ کدوم دختره؟ چرا زر میزنی؟ چند تا دختر اینجاست مگه؟ آها سارینا. زهر مار اسمش از کجا میدونی؟ چرا چرت میگی؟ دختر دایی یعنی اسمشو نمیدونم. آره بی احترامی کن. اینا رو اون دختره تو اتاق بهت یاد داد. آره ماما آروم باش، چرا الکی شلوغش میکنی؟ ای خدا